الان که دلار در ایران میخواد 100,000 تومان بشود چیکار کنیم؟ با افزایش عجیب نرخ دلار ارزش پول کاهش یافته و هزینه‌ها بالا میرود. اما آیا میخواهید به جای نگرانی به فکر راه حل باشید؟ داشتن برنامه‌ریزی مالی میتواند بهترین سپار در برابر این بحران‌ها باشد و وضعیت اقتصادی خانواده را بهبود دهد. درآمد و هزینه‌های خود را بازبینی کنید. باید بدانید هر ریال شما کجا خرج می‌شود. با کاهش هزینه‌های غیرضروری پول بیشتری را برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز کنار بگذارید. شفافیت مالی کلید موفقیت شماست. سرمایه خود را فقط در یک جا متمرکز نکنید. به خرید طلا، ارز، رمز ارز، سهام با نقد شوندگی بالا یا حتی مسکن‌های ارزان‌تر فکر کنید. سرمایه‌گذاری متنوع باعث کاهش ریسک ضررهای ناگهانی می‌شود و دارایی‌های خانواده‌تان را امن‌تر نگه می‌دارد. هر روز درباره اقتصاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطالعه یا با متخصصین مشورت کنید. دوره‌ها و کتاب‌هایی در زمینه مدیریت مالی می‌توانند دانش شما را بهروز کنند. دانستن بیشتر یعنی تصمیم‌های بهتر در بحران‌های اقتصادی. بی‌حرکتی بیشترین دشمن دارایی شماست. همین امروز شروع به بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی کنید. اگر اطلاعات دقیقی دارید با سرمایه‌گذاری عاقلانه از فرصت‌ها استفاده کنید. ویدیو را لایک کنید، دوستانتان را تگ کنید و برای دریافت محتوای بیشتر کانال ما را دنبال کنید. آینده مالی شما از امروز ساخته می‌شود.